سلام به همه شما دوستان عزیز، ابوذر اسداللهی هستم در خدمت شما با یه ویدیو دیگه. آقای محسن یگانه سانس دوم کنسرت بوشهرش رو به دلیل گرفتگی صدا لغوش کرد. حالا بریم ویدیو رو ببینم آقای محسن یگانه چی میگه. نمیدونم کلمه مناسب برای عذرخواهی کردم تو دلمه چی پیدا کنم در خود شهر مشکل بدون لحظه بخوره. خیلی وقت من کنسرت هم کنسل نکردم که همین الان شد با 5 دقیقه استیج هم فکر نمی‌کردم بخواد اینجا. آقای محسن یگانه متاسفانه رفلاکس معده داره، بعد خود دست خودش هم نیست. این موضوع رو فکر کنم تو یکی از مصاحبه‌های تیوی پلاسش گفته بود. به خاطر رفلاکس معده‌ای که داره این حنجره دچار گرفتگی میشه، اسیدی که میاد و صدا رو اذیت میکنه. من خودم یکی دو تا از دوستام که واسهشون کار ساختم مشکل رفلاکس معده داشتن، بعد از کمتر از 1 ساعت این دوستان دیگه صداشون در نمی اومد. حالا آقای محسن یگانه هم خب به هر حال متاسفانه این استعداد کشورمون این مشکل رو داره، یعنی مشکل رفلاکس معده رو داره که صداش خیلی گرفته میشه. شرمندم روم سیاه نمیدونم چه کلمه باید بگم. همه بیدیکار رو پس میدن، هر گونه زرازگانی تهیه کننده برنامه داشته با من این حرکت محسن یگانه واقعا هم ستودنیه. میتونست با همون صدای گرفته کنسرتش رو برگزار کنه، هیچ اتفاقی هم نمیافتاد. در نهایت هم مثل خیلی از خواننده های کشورمون که با گرفتگی صدا کنسرتشون رو راه میندازن، خود آقای محسن یگانه من 1-2 بار ازش دیدم که این کار رو کرده. یا میتونست پلی بک کنه، حالا اتفاق خاصی هم نمیافتاد چون دیگه انقدر پلی بک میکنن. زمانی که کسی پلی بک میکنه، حالا میایم اینجا اعلام میکنیم که این خواننده پلی بک کرده، طرفداراش میان و یه سری داستانا رو پیش میارن. حالا آقای محسن یگانه دمش گرم، واقعا ستودنیه. هم عذرخواهیش، همین که همه بلیطا رو پس میده، واسه من خیلی حرکت ستودنیه. هرچند نقدهایی که نبنده، چون من کوچیکتر از اونم که نقدهای من تأثیری داشته باشه، ولی دوستان دیگه ای که کار نقد اجرای زنده رو انجام میدن قطعا نقدهای اون دوستانم بی تاثیر نبوده روی این داستان. ولی محسن یگانه کلا به نظرم آدم بامرام. من بازم عذر میخوام، از طریق عذر میخوام. مرسی که تشریف آوردین. من خود رو یه کاری بکنم برای تهیه کننده برنامه. من میخوام جای شما قول بدم سری بعدی که قرار شد بیان بوشهر، همه این جمع جدا بلیطشون رو رزرو بکنیم یا بیلتاشون رو پس بدید یا بلیط رزرو کنید اصلا برای سری بعد. این حرکت باید ادامه داشته باشه. کسی که اجرای بدی داره، صدای گرفته، گوش مخاطب‌ها خیلی ارزشش بیشتر از این داستانه که یه نفر بیاد با صدای گرفته واسهشون اجرا کنه. و دم محسن یگانه گرم که چنین حرکتی رو انجام داد. یه اتفاق دیگه هم که تو این هفته افتاد، البته نمیدونم این هفته بوده یا نه دقیقاً، مهاجرت مازیار فلاحی بود که اینو از قبل میدونستیم، ولی حالا اینکه رفته شبکه من و تو، من خیلی از این اتفاق متاسفم. آقای مازیار فلاحی گفته که به خاطر این بوده که از 12 تا ترکی که من واسه آلبومم داشتم 11 تاشو به شعرش مجوز ندادم. یعنی من موندم تو کار این وزارت فرهنگ و ارشاد، نمیدونم چجوری عمل میکنه. مثلا یه سری ترانه ها میان بیرون، اصلا میگی بابا این مجوز داره، بعد یه سری دیگر رو مجوز نمیدن. اول اینکه خیلی سلیقه‌ایه، دوم اینکه شما خودتون اجازه بدین آقا مردم خودشون انتخاب کنن چی گوش بدن چی گوش ندن. همین داستان بود که باعث مهاجرت آقای شادمهر عقیلی شدین با این همه طرفدار. امیر تتلو، چرا باید هنرمندای این کشور رو از این کشور برونین بیرون؟ البته این چوب 3 سر باخته، هم واسه خود مخاطب مشکل داره، هم واسه شما مشکل داره، هم واسه اون کسی که مهاجرت میکنه. دیگه خیلی از مخاطبان نمیتونن برن اجرای اون هنرمندی که دوست دارن رو از نزدیک ببینن. واسه خود شما هم که میگید ارز از کشور خارج میشه، البته واسه شما مهم نیست که ارزی خارج بشه یا نه، چون رو شما تاثیر نداره، رو ما تاثیر داره.
بعد خیلی از خواننده‌هایی هم که مهاجرت میکنن واقعیتش اینه که نمیتونن موفق بشن. مثلا خود آقای مازیار فلاحی یه پایگاه مردمی مثل ابی، داریوش، خانم گوگوش، آقای شادمهر نداره. مثل آقای استاسی مانکن هم که بی اخلاق نیست، بره به هر قیمتی هر کاری کنه، بره پورنستار بیاره داخل ویدیوهاش به خاطر اینکه فقط ویدیوهاش دیده بشه. آقای مازیار فلاحی این کارو انجام نمیده. حالا من خیلی هم متاسفم که آقای مازیار فلاحی مهاجرت کردن از ایران. من احتمال میدم به خاطر همین مهاجرتی که انجام داده یه مدتی چند تا آهنگاش هیت بشه ولی باز مجدد فید میشن. امیدوارم که این اتفاق واسه شون نیفته. امیدوارم هنرمندان این کشور مجبور به مهاجرت نشن و بتونن تو کشور خودمون به فعالیتشون ادامه بدن. خیلی مخلصم دوستان. اگه یه همچین محتوایی رو دوست دارید کانال رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید. دمتونم گرم تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار.